آقا نمید دیگه قربون شما خیلی ممنون. چطوری زندگی متحدی؟ یه روز بگذره به قول آقا بجمان خوبه. قربون شما. بچه یه مقدار خیلی صحبت کردی شما به عنوان کاپیتان تیم. یه بیادبی هستش من بشینم. خیلی صحبت کردی. اگر می‌خواستی یه جمله خودت به وزیر ورزش بگی تو بحث این ناعدالتیه چی میگفتی؟ در این مورد اصلا صحبت نمی‌کنم. گفتنی رو قطعا دکتر دروی گفته باشه. عزیز ما اصلا محبت دارن ان شاءالله که اتفاقای خوبی بیفته. الان انگیزه در المپیک زیاد هست یا نه هست؟ 100%. اون وقت بی انگیزه نبودم. همیشه امیدوارم به آینده و به آینده‌ام تلاش می‌کنم. ان شاءالله که با دعای خیر مردم بتونیم بهترین اتفاق همه ورزشکارا تو المپیک مخصوصا کشتیگیرا بتونن بهترین اتفاق رقم بزنن و بهترین نتیجه رو بگیرن و پرچم کشورمون و سرود جمهوری اسلامی ایران اونجا به اعتزاز و تعیین انداز کنن.